خب ببینید، من الان یه دونه پست اینستاگرامیمو دارم ادیت میکنم. اینجا این قسمت، اینجا این شماره رو نذاشت شدم، اومدم شماره رو گذاشتم. ببین این در مورد تعمیرات یخچال فریزر، تعمیر یخچال فریزر در منزل. یه چرایی مثلا زیرا جابجایی آن بسیار دشوار بوده و ممکنه برخی قطعات آسیب‌دیده جدی وارد شد، بنابراین در هنگام نصب راه اندازی تعمیر یخچال باید نهایت دقت و حساسیت رو خرج بدید. خب آیا اینو من خودم نوشتم؟ خب اینو خودم بنویسم خیلی زمان میبره، یه دونه کپشنه، خیلی زمان میبره. میدم به هوش مصنوعی، میگم اینجوری بنویسه چیزی که من برای این پسته، مثلا این عکس رو دادم من براش. حالا میتونی تو توضیحات عکس رو بدی، عکس رو ندی، اگه بتونه عکس تو بخونه. بعد هشتگ هایی که مربوط به اون عکس خودش از خودش بخوای بهت میده، چند تا هشتگ، 4 5 تا هشتگ بهش اضافه کن. بعد اضافه کرده. حالا من انتشار رو دوباره مجدد میزنم، اینجا دیگه تیکو میزنم، این پست بروز میشه، هم به روز ثانی انجام شده، هم یه ویرایش درسته. حالا نگاه کنید اینجا، این یه دونه خط، این خط اول توی گوگل با خط دومش توی گوگل نمایش داده میشه، توی نتایج نمایش داده میشه. بعد حالا اینو من چطوری می نویسم؟ میریم داخل ابزارهای هوش مصنوعی. ببین بهترینش گروکه، بعد جمینای، بعد چت جی پی تی، بعد دیپسیک. من از دیپسیک استفاده میکنم چون فیلتر نداره. خب میزنم فیلتر، از دیپسیک استفاده کنم. ببین اینجا بهش گفتم، خب یعنی این به اضافه بالا رو زدم، یه دونه پیج جدید باز شده. اینجا که میخوام بنویسم براش نوشتم، این به اضافه هم زدم، یه عکس اسکرین شات از یه دونه کمپ نمونه فرستادم براش. بعد این از این کمپ نمونه یه عکس فرستادم واسش، اینو خواستم بهش بودم یک کپشن اینستا بنویس که هشتگ بهبودی فلان فلان داشته باشه و فلان. بعد یه خورده فکر کرده، بعد اومده چون شماره رو نتونسته تو عکس بخونه، رنگی به رنگی نتونسته بخونه، اومده ضربدر گذاشته جلوش. من خب شماره رو چیکار میکنم؟ برمیدارم با همون ضربدراش. بعد انتخاب کنید کپی میزنم، اینو کامل همه رو کپی میزنم، اصلا میام از اینجا کپی میزنم. این کپی رو زدم، اوکی. بعد میام چیکار میکنم؟ میرم تو اینستا، میرم تو اینستا، اینو پست جدید یا ویرایش پست اینجا میذارم. یعنی ویرایشی که من زدم، بیا ویرایش من زدم اینجا، ویرایشی که من میزنم میتونم اینو پاک کنم کامل، اینو بگیرم، بعد انتخاب همه رو بزنم، بعد این ضربدر پایین بزنم پاک بشه، یا اینکه جایگذاری رو بزنم بالا، جایگذاری بشه داخل این چیزی که کپی کردم این پایین. این کپی مو یعنی میتونم پیست کنم اونجا، اوکی. این دیگه خیلی دیگه راحته، کاری نداریم، من نباید میگفتم. بعد دیگه انتشارش میدیم به همین راحتی. حالا داستان چیه؟ ما این به حساب اومدیم این کارو کردیم که ما توی نتایج گوگل شماره تلفنمون با اون کپشن. حالا آیا همه پست‌های انگیزشی شماره تلفن میخواد؟ نه. پست‌های انگیزشی طرف فقط مزاحمت ایجاد میکنه، زنگ میزنه آقا تو رو خدا من میخوام خونه ترک کنم فلان. آقا مثلا من هدف ندارم، روانیا زنگ میزنم به فقط واسه جایی که پستی که میخوای بذاری تعریف از کمپ بکنی تو محله فلان. مثلا ببین اینجا زدم تعمیرات یخچال در فردیس. شما که مثلا برفرض سایتت کمپه، میای اینجا میزنی مثلا کمپ ترکیت یا در فردیس. بعد مثلا یه همین در فردیس یه تیکه برات کپشن رو مینویسه، همین کپشنی که به حساب ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم. حالا نمونه کارش هم بذاریم اینجا. این ویدیو رو من ببندم، ممکنه ارسال نشه، طولانی بشه.